سلام دوستای گلم، اومدم آموزش یه تغذیه مناسب واسه پرنده مرغش بدم. ما نیاز داریم به لبو، تخم مرغ پز و شلغم، یه ذره پودر بادوم. اول لبو رو برمی‌داریم رنده میکنیم. لبوها رو رنده کردیم، بعدش هم میایم مثلا تخم مرغ پز رو رنده میکنیم. تخم مرغ رنده میکنیم. بعد شلغم رو رنده میکنیم. بعد شلغم رو رنده کردیم، همه رو با هم رنده کردیم، یه ذره بادوم اضافه میکنیم. بعد اینا رو همگی با هم مخلوط میکنیم. این همیشه یه تغذیه مناسب واسه مرغش. اگه لایکای این ویدیو به 50 تا رسید، پارت 2 هم واسه تون میذارم. یه چند بارم از این تغذیه بدید، این هم میشه نتیجهش.